تهران چشم انتظار مردی است که با حضورش در اجلاس غیرمتعهدها شاید نامش در تاریخ روابط ایران و مصر ماندگار شود. بعد از 3 دهه قطع کامل روابط دیپلماتیک بین دو کشور، محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر حالا با قبول دعوت تهران اولین چراغ سبز را به یکی از حامیانش در منطقه نشان داده. بعد از هفته‌ها این پا و آن پا کردن و انتشار اخباری ضد و نقیض درباره رفتن یا نرفتنش به تهران، 30 سال بعد از حوادثی که تخم کینه را در دل رهبران تازه‌کار ایران کاشت، پیمان کمپ دیوید و ماجرای به رسمیت شناخته شدن اسرائیل به وسیله مصر و نیز مهمان نوازی گرم انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر از شاه ایران. حالا که ورق برگشته و سرنوشت سیاسی مصر به دست اخوان المسلمین افتاده، ایران هم راه را برای نزدیک شدن به مصر هموار می‌بیند. شاید امید به شکلگیری مصری متفاوت با سیاست‌های ستیزجویانه در برابر اسرائیل و همینطور تشکیل حکومتی اسلامی در حیات خلوت اسرائیل، در حالی که واشنگتن از زمان روی کار آمدن اخوان المسلمین تحولات مصر، این قدیمی ترین و نزدیک ترین متحدش در دنیای عرب را زیر ذره‌بین دارد. کشوری که سالانه 1 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک نظامی از آمریکا میگیرد. آقای مرسی به روشنی گفته که درک می‌کند موفقیتش در سمت ریاست جمهوری و به خصوص گذار مصر به دموکراسی به رشد وفاق ملی در میان طیف‌های سیاسی مصر بستگی دارد تا به این وسیله بتواند دولت تازه و مجلس این کشور را تشکیل دهد. حدس و گمان‌ها درباره دوستی ایران و مصر در حالی بیشتر شده که در آن سوی آبها ریاض نظاره‌گر این تحولات است. متحدی قدیمی، پرنفوذ و ثروتمند برای مصر که حالا روابطی پرتنش با تهران دارد. محمد مرسی در حالی عازم تهران است که به حمایت آل سعود نیاز دارد و بنای ناامید کردن غرب را ندارد. فعلا نگاه‌ها به تهران دوخته شده و اجلاسی که پیش روست. فریبا صحرایی، BBC.